اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. یکی از موضوعات بسیار مهمی که قرآن عظیم شان او را در این آیات انشاءالله ما و شما سوره احزاب است. سپاره 22 سوره احزاب آیت 36 خواندیم، 37 است. در آیت 37 الله متعال گرفتن همسر رسول الله صلی الله علیه و که یکی از همسرها را میگیره و علما میگن در حکمت تعدد زوجات رسول الله صلی الله علیه و چندین حکمت است. من مو حکمتاش مختصر میگم، باز امی موضوع که در آیت است تا این درست ما و شما بفهمیم. یکی از حکمتای که رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج چندین همسر گرفتن بر ما و شما معلوم است که یکیشی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم مکلفیت داشت تا دین بر مردم برسانه و بسیاری از احکام اینال در قسمت ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم که چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم همسرای زیاد گرفتن، ما و شما مسلمان ها مطابق منهج قرآن که قرآن عظیم شان بر ما و شما میگه و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم همسرا را گرفتن. یکی از امی حکمتایشی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست یک مکتب یا یک پوهنتون برای خواهرها بسازه که استادای از اینا خانم ها باشن و امی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین خانم های بسیار با شخصیتی که بسیار ظرفیت علمی و اخلاقی و ایمانی داشتن، از این خانم ها مثلا بر خود اختیار کردن، به همراه زنان نکاح میکرد ولو که زن 60 ساله می بود 55 ساله می بود، چون اکثرا همسرای رسول الله صلی الله علیه و سنای بلند داشتن. این به خاطر از این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه زنان ازدواج میکردن تا ای که اونا را احکام دقیق اسلام برشان بفهمانه و اونا باز برن به دیگه زنهای مسلمان برسانن. پس یک حکمتش حکمت تعلیمی هست. حکمت دیگه ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم حکمت اجتماعی بود. وقتی که در یک جامعه انسان زندگی میکنه، بعضی زنهایی بودن که اونا به سرپرست میموندن، مشکل میداشتن. پس به خاطر از اینکه وضعیت اجتماعی جامعه خوب شوه و دیگه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم با این زنهایی که مثلا شوهرایشان فوت میکرد و اونا به سرنوشت میموندن ازدواج بکنن و بتونه که یک جامعه پاک خوب ایجاد شوه، با این حکمت اجتماعی هم با همراه بعضی از خانم ها ازدواج کردن. همچنان حکمت سومش حکمت سیاسی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر ایجاد رابطه بین قبایل مختلف، رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی یک همسرشان از مصر بود، ماریای قبطیه، همسرایشان از قبایل مختلف میگرفتن و او وقت تو یک قانون بود که وقتی در قریه یک قبیله میرفتی میخواستی دعوت اسلام بکنی میگفتن اوه ایره سنگ بزنین و ایره نمانین و چطور است. اما وقتی که با همراه یک کسی از امو قبیله ازدواج میکرد، باز کلگی او را من حیث داماد خود زیاد استقبال میکردن و به اساس همین حکمت سیاسی با یک زن 60 ساله از یک قریه ازدواج میکرد. او قریه یک مقام پیدا میکرد، یک ارزش پیدا میکرد و بسیار مردم مسلمان میشدن. و حتی بسیاری از خانم هایی بودن که مثلا پدرایشان در ساختار سیاسی نقش داشتن، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله از اونها ازدواج کردن، مثلا حتی دختر ابو سفیان گرفتن، دختر یک یهودی بود او را گرفتن. بسیاری از اونها به خاطر از همین مسلمان شدن و تأثیر زیادی کرد در نشر اسلام و از نگاه سیاسی. دیگر از مسائل فرهنگی بود که در بسیاری از مردم رواج بود که اونا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست که همون فرهنگ جاهلیت از بین ببره، در بین مردم جاهلیت یک عادت بود که مثلا وقتی که زن 55 ساله میشد یا 50 ساله میشد یا 60 ساله می بود یا مرد 50 ساله و 60 ساله می بود، مردم ازدواج از او را عیب قرار میدادن، مثل که جاهلیت معاصر. حالا فعلا اگر یک نفر مادرش
55 ساله است یا 50 ساله است ازدواج میکنند، طوفان میشه در اون منطقه که وی زن پیچ سفید است که خیسته ازدواج کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر از بین بردن امی فرهنگ جاهلیت با همراه یک زن 60 ساله و 62 ساله ازدواج میکرد که در اسلام این مشکل نیست. یعنی میتونه که یک مرد 60 ساله و یک خانم 60 ساله ازدواج بکنه و یک راه شریعت از طریق اسلامی هست، کدام مشکل نداره. دیگه مسئله حفظ بسیاری از احادیث بود. رسول الله صلی الله علیه و در بین همسرانشان یک همسرش دختر بود که قبلا ازدواج نکرده بود که او ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها هست. و در یکی از روایات والله اعلم دیگه در کتاب صابونی من یک وقتی را خوانده بودم در تفسیر آیات احکام که علامه صابونی او را نوشته کرده، یک روایت میاره که بیبی عایشه افتخار میکرد و میگفت که الله متعال بر جبریل امین گفته بود که ببر نشان بده برش و تصویر بیبی عایشه را که با امرای ازی ازدواج بکنه. و حکمت ازی والله اعلم امی بود که بسیاری همسرای رسول الله صلی الله علیه و وقتی که سنایشان کلان بود بسیاری از اینا چی شدن؟ فوت کردن. از این خاطر بسیاری احادیث منزلی رسول الله صلی الله علیه و سلم از بین میرفت. از این خاطر بود که بیبی عایشه سنش کم بود و عمر زیاد کرد و حتی بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار زیاد عمر کرد. در جمله مکثرین حدیث است، احادیث بسیار زیادی که نصف دین است توسط بیبی عایشه صدیقه روایت شده به خاطر حفظ احادیث و سنت و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که در منزلشان بودن. و یک چیز دیگه که هست، یک حکمت دیگهش حکمت تشریعی است. حکمت تشریعی از این چی است که در این آیت قرآن هم امین میگه که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر زدودن و از بین بردن عادات جاهلیت که بود که اونا بچه خواندگی میکردن، وقتی که یک کس را پسر میخواندن باز او را مثل پسر حقیقی خود فکر میکردن و اگر او خانم خود طلاق میداد یا همی بچه فوت میکرد باز با خانم ازی ازدواج کردن نمیتونست. بر رسول الله صلی الله علیه و گفته شد که خودت باید اینمی کارو بکنی تا که عادت جاهلیت از بین بره. پس این حکمت تشریعی میگن. امی آیت شریف امیر بیان میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذ و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و تقول میگی للذی بر کسی که انعم الله علیه انعام نموده است الله بالای ازو و انعمت علیه و تو هم بالاش انعام کردی. این کسی که رسول الله صلی الله علیه و بالاش انعام کرده بود الله هم انعام کرده بود ای زید بن حارثه بود که این مردم در اول زید بن محمد میگفتن. از این خاطر الله متعال میگه که و انعمت علیه امسک علیک زوجک، برش میگه که تو همسرت پیش خود حفظ داشته باش. این امرای زینبه ازدواج کرده بود و خانمش امرای ازی خوش نبود و این خودش هم میخواست که می خانم خودش چی کنه؟ طلاق بده، به خاطر از اینکه رابطه خانوادگیشان خوب مستقر نبود. و رسول الله صلی الله علیه و گفت که همسرت نگه بدار و اتق الله و بترس از الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدی. رسول الله صلی الله علیه و که تو در نفست مخفی نگه میداری. رسول الله صلی الله علیه و چرا مخفی نگه میکرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست که اینمی زندگی از اینا ادامه پیدا بکنه و رسول الله صلی الله علیه و وقتی که برش حکم الله شد که در صورتی که اینمی بچه خوانده تو همسر خودت طلاق بکنه تو باید به امرای ازی ازدواج بکنید تا که مردم بفهمه که وقت پیغمبر این کار کرد این کار قاطع هست که همی عادت جاهلیت از سر مردم بیخی برداشته شود. الله مبدیه که الله متعال او را آشکار نمی کند و تخشى الناس و توی کار رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنی به خاطر چی میترسی از مردم؟ از چی خاطر رسول الله صلی الله علیه و از مردم میترسید که مردم باز برش بگوین که اینه ای پیغمبر است که خانم بچی خود امرایش نکاح کرده. الله متعال میگه چون این حکم الله هست والله احق ان تخشاه، الله مستحق تر است که تو از او بترسی. تو نباید این در نفست مخفی نگه بداری و تو نباید مثلا در این مثلا متردد باشی و تو پیغمبر هستی و تو مکلف هستی که آنچه از طرف الله سر تو حکم میشه تو دیگه حق نداری که در این قسمت تصمیم بگیری. باید الله احق ان تخشاه، الله مستحق است که تو از او بترسی، پشت گپ مردم نگرد، چرا که الله اینمی حکم میخواد که در جامعه مستقر شود. یعنی پسرخواندگی و پدرخواندگی و مادرخواندگی این سبب حرمت نمیشه. ولو که یک نفر 100 مرتبه هم بگویی که تو بچه خوانده هستی
و مردم هم کل گیره من حیث پس پسر تو بپذیره پیش الله این پسر تو گفته نمیشه و خانم ازی مثل خانم پسرت واره نمیشه. چرا؟ پسر سکه انسان وقتی که است از او نمیتونی مثلا خانمش بگیری پسرت که نسبی تو باشه، اما پسر که یک کس را پسر میخوانی و بازو خانمش میباشه او بر تو بیگانه هست. این مسئله هست. گفت الله متعال مستحق تر است که تو از او بترسی و از گپ های مردم باید خوف و ترس نداشته باشی. الله متعال میگه فلما قضا زید، وقتی که پوره کرد زید یعنی منها وطرن از او به حساب امو حاجت خود یا طلاق خود، وقتی که پوره کرد و او برش طلاق داد و گفت که خلاص هستی از من، زوجناکها. ایره رسول الله متعال میگه که زوجناکها. ای مردم، بعضی مردم های منافق وقتی که تبصره میکردن الله متعال گفت که ما ایره به رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردیم که ای باید چی شود؟ ازدواج بکنه. زوجناکها، زوجنا، الله میگه ما به عظمت خود او را به نکاح تو در آوردیم. ها امی خانم را، امی خانم مطلقه زیده که او را مردم بچه خانده تو میگفتن، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تا ای که در آینده بر مؤمنان تنگی نباشه فی ازواج ادعیاهم، در نکاح کردن با خانمهای طلاق شده یا فوت شده پسرخوانده هایشان. اذا قضوا منهن وطرا، وقتی که اونا امو حاجت خود چی کردن؟ پوره کردن، یعنی امرای زنا زندگی کردن لکن پسان با زنا را طلاق دادن یا فوت کردن. و کان امر الله مفعولا، و هست امر الله شدنی. ما کان علی النبی من حرج، نیز بالای پیغمبر کدام حرجی که فیما فرض الله له، در آنچه که الله بالایش فرض کرده. حال وقتی که شما انتقاد سر پیغمبر میکنین حق ندارین شما منافقا که انتقاد بکنین. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه سر پیغمبر هیچ چیز نیست وقتی که الله سرش فرض کرد. وقتی که الله گفت که اینمی کارا بکن، پیغمبر میگه آمنا و سلمنا و این کارا میکنه. بنان بالای پیغمبر کدام گناهی نیست در آن چیزی که الله بالایش فرض کرده. سنت الله، این شریعت الله هست، حکم الله است، طریقی الله هست. فی الذین خلو من قبل، در مردم کسانی که قبل از این هم گذشتن. و کان امر الله قدرا مقدورا، و امر الله که است ایچی است مقرر شده به اندازه صحیح است. الذین آنانی که یبلغون رسالات الله، او کسانی که تبلیغ میکنن رساله های الله را، و یخشونه، و از الله میترسن، ولا یخشون احدا الا الله. مؤمنین حقیقی، پیغمبران، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله، اینمی قسم عادتشون است که تبلیغ میکنن رسالت الله را و یخشونه، و از الله میترسن، ولا یخشون احدا الا الله. اینا از هیچ کسی بغیر از الله نمیترسن. و کفى بالله حسیبا، و کافی است که الله همراه از اینا محاسبه بکنه. ما کان محمد ابا احد من رجال، محمد صلی الله علیه و سلم پدر کدام یکی از شما نیست. نه پدر زید ابن حارثه هست و نه پدر صحابه هست که باز ای چی شوه، باز شما بخیزین و بگوین که چرا امرای خانم عزیز ازدواج کرد. ولکن رسول الله، لکن محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هست و خاتم النبیین، و آخرین پیغمبرها هست. و کان الله بكل شیء علیما، و هست الله متعال به هر چیز بسیار عالم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذکروا الله ذکرا کثیرا، یاد کنین الله را، بخوانین قرآن و سنت ذکرا کثیرا، و یاد کنین الله را با تسبیحات بسیار زیاد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اذکار مسنونه را بکنین. و سبحوه بکرة و اصیلا، و تسبیح بگوین به الله صبح و شام. هو الذی یصلی علیکم، الله ذاتی است که بالای شما رحمت میفرسته، و ملائکته، و ملائکه الله هم بالای شما رحمت میفرسته. لیخرجکم، تا که شما را خارج کنه، من الظلمات، از تاریکی های جهل و بیمانی و کفر، الی النور، به سوی روشنی و نور هدایت و ایمان و تقوا. و کان بالمؤمنین رحیما، و هست الله متعال بر مؤمنان بسیار مهربان. تحیتهم، امو دعای ایشان یا احوال پرسیشان، یوم یلقونه، وقتی که با الله ملاقات میکنن، با یکدیگر حتی ملاقات میکنن، سلام، سلامتی هست. و اعد لهم اجرا کریما، بر از اینا اجر بسیار بزرگ است. یا ایها النبی، الله متعال رسول الله صلی الله علیه و آله معرفی میکنه که ای رسول الله صلی الله علیه و آله تو چی وظیفه داری؟ یا ایها النبی، ای شخصیت بزرگوار با عظمت خوب، ان ارسلناک، یقینا که ما تو را فرستادیم، شاهدن که تو گواه باشی، تعلیم بیتی و تدریس بکنی به مردم، قرآن و سنت بفهمانی و سرشان شاهد باشی. و مبشرا، دیگه وظیفه دومی تو چی است که تو بشارت بیتی اینا را به خوبی ها، جنت الله
نعمتهای الله و نذیرا و همچنان وظیفه سومی تو چی است که تو باید مردم بترسانی از عاقبت کفر، عاقبت گناه، عاقبت معصیت، عاقبت شرک، عاقبت بدعت. این گپا رو بر مردم برسانی و بفهمانی که این کلش زشتی ها هست و عاقبت خراب دارن. چهارمی وظیفه تو چی است ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ که داعیا الی الله هستی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو دعوتگر هستی برای الله. پس سعی کنین وظایف پیغمبر صلی الله حساب کنیم. اول نبی بود، دوم رسول بود، یا ایها النبی گفت، پس رسول الله صلی الله علیه و نبی بود. ارسلناک، رسول الله صلی الله علیه و دوم وظیفهش رسول بود، سومش شاهد بود، چهارمش مبشر است، پنجمش نذیر است، ششمش داعیا الی الله باذنه، تو دعوتگر به الله هستی. لکن وقتی که دعوت به الله میکنی به اذن الله میکنی، مطابق اوامر الله دعوت میکنی، حکم بیان میکنی و عمل میکنی. خب و داعیا الی الله باذنه، و دیگه چی صفت داری؟ و سراجا منیرا، تو مثل یک چراغ روشن هستی که عمیق قسم که چراغ مجلس روشن میسازن و وقتی که یک جای چراغ روشن شود باز انسان میفهمه که اینی فرق میکنه بین خوب و زشت در روشنی. بین این قسم تو مثل یک چراغ روشن هستی که برای مردم زشتی و خوبی را فرق میکنی و برشان نشان میدی. و بشر المؤمنین، و بشارت بده ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مؤمنان بان اللهم من الله فضلا کبیرا، که بر از اینا از جانب الله فضیلت بسیار بزرگ است. ولا تطع، و متابعت نکو، اطاعت نکو، الکافرین، کافران را، و المنافقین را و منافقان را، و دع اذاهم، و بگذارشان که اونا اذیت کرده برن، تبلیغ بکنن، زشتی بگوین، هر کاری که ازشان میشه دع، بگذار اورم. و توکل علی الله، تو توکل بر الله بکو، و کفى بالله وکیلا، و کافی است که الله کارساز و حفظ کننده تو باشه. یا ایها الذین آمنوا، و ای مؤمنان، اذا نکحتم المؤمنات، وقتی که شما به نکاح گرفتین خانم های مؤمن را، ثم طلقتموهن، باز شما اونا را طلاق دادین، من قبل ان تمسوهن، پیش از اینکه همراه از اونا خلوت بکنین، فما لكم علیهن من عده، باز سر شما عدت نیست. یعنی خانمی که قبل از خلوت تنها شدن با شوهر مثلا نکاحش کرد، باز نکاح فوراً پیش از اینکه همراه از خلوت بکنن اتاق تنهایی با هم بنشینن، بالا از دیگه باز عدت نیست. فما لکم علیهن من عدت تعتدونها، چرا عدت؟ خب به خاطر از این است که نسل ها با هم خلط نخوره. آلی خب همراه از شما نزدیک نشدین و مسح نکردین، اونها را خلوت نکردین، عدت هم نیست. فمتعوهن، پس بر از اینها چی بتین؟ متعه بتین که یک لباس خاصی هست. و سرحوهن، و اونا را رخصت بکنین، سراحا جمیلا، وقتی که طلاق دادین باز اینا را رخصتی خوب، امرایشان بد اخلاقی و دشمنی و زشتی نکنین. حالا مسئله دیگه میشه که رسول الله صلی الله علیه و وقتی که ازدواج کرد آیا به اختیار خود این کار کرد و حلال ساخت برای خود این خانم ها را؟ الله متعال میگه نه. این یا ایها النبی، ای شخص با شخصیت و عظمتی نبی الله، اینا احللنا لك ازواجک، اینمی امسرانی که خود همراهش ازدواج کردی حلال و حرام مربوط الله می باشه. چرا؟ شارع الله هست، الله را تعیین میکنه. الله میگه ما برات حلال کردیم ازواج که همسرانتان. کسی که سر تو انتقاد میکنه این انتقادش بالای شریعت الله هست، بالای الله هست، این کافر است. چرا که رسول الله صلی الله علیه و هیچ کار بدل خود نکردم. انا احللنا لك ازواجک، ما بر تو حلال ساختیم همسرانتون را، التي او همسران که آتیت اجورهن، که برشان امو مهرهایشان ندادی، و همشان حلال کردیم بر تو ما ملکت یمینو، که آن خانم هایی که ملک یمین تو بود، مثل که پادشاه مصر یا هر کسی که بود، بر ماری قبطیه را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم تحفه فرستاد، بناهن مالک یمین هزی شد. ای هم از جانب الله بر تو الله هست، مما افا الله علیک، آنچه که الله متعال به طور غنیمت یا در جنگ ها میگرفتن. دیگه کی بر تو حلال ساختیم؟ و بنات عمک، تو میتونی ازدواج بکنی با دختر عمیت، و بنات عماتک، بنات عمک با دخترای کاکایت، و بنات عماتک، و با دختر کاکایت میتونی ازدواج بکنی، حلال است. و بنات خالک، و دخترای خالت، و بنات خالک، و بنات خالک، و دختران مامایت، و بنات خالاتک، و دخترهای خالهایت، التي او
خانم هایی که هاجرن معک هجرت کردن به همراه تو و امرأة مؤمنة یا یک خانم با ایمانی که این وهبت نفسها وقتی که میبخشید نفس خدا للنبی بر رسول الله صلی الله علیه و ان اراد النبی ان یستنکحها اگر خواسته باشه که پیغمبر با همراه از اون نکاح بکنه خالصتا لک من دون المؤمنین. این احکام که هست که مثلا تو مثلا 11 یا 13 خانم نکاح کردی یا ای دیگه که بود یا مثلا یک خانمی که امرای تو مثلا خدا حبه میکنه این خالص برای تو هست من دون المؤمنین و دیگه مسلمان ها نیست، چرا که برای مسلمان ها چیزایی که حلال هست او در آیات دیگه بیان شده و تشریح شده از در احادیث ذکر شده. قد علمنا ما فرضنا علیهم، چرا که ما الله متعال میگه ما میفهمیم آنچه را که فرض کردیم بالایشان فی ازواجهم در همسرانشان و ما ملکت ایمانهم و یا هم مالک شده دستایشان لکی لا یکون حرج، به خاطر از اینکه کدام حرج و تنگی نباشه. کلگی باید شریعت الله را بفهمه که الله متعال برای پیغمبر چیزهای خاصی را حلال کرده، برای امتش چیزهای دیگه را حلال کرده، کلش بیان شده. و کان الله غفور الرحیم و الله بسیار بخشاینده و مهربان است. ترجی من تشاء منهن، وقتی که امید داری یا نگه می‌داری من تشاء هر کسی را که بخوای منهن از ایشان و تؤوی الیک من تشاء و هر کسی را که جای مأوا میتی به سوی خود از ایشان و من ابتغیت و هر کسی را که تو بخوای من از جمله من از کسانی که عزلت جدا ساختی فلا جناح علیک. این مسائل است که رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم میگفت کن وقتی که انسان همسراش متعدد میباشه در بین از اینا در وقت و در ایگپات تقسیم بندی میکنه. الله متعال میگه وقتی که تقسیم بندی یا عادلانه را کردی بنان بالای تو هیچ مشکل نیست. ذالک ادنا ان تقر اعینهن، ای تمام عدالتی که رسول الله صلی الله علیه و در قسمت از اینا میکنی ای بسیار نزدیک است به ای که اونا چی باشن امی همسران تو چی شون ان تقر اعینهن که امو چشمایشان روشن باشه ولا یحزن و جگرخون نباشن و یرضین بما آتیتهن و ای همسران تو راضی باشن با آنچه که برشان دادی کلهن تمامیشان را. پس رسول الله صلی الله علیه و به همراه تمام از اینا تقسیم عادلانه و اخلاق و روش و همه چیزش عادلانه میکرد. والله یعلم ما فی قلوبکم، الله متعال میدونه آنچه که در قلب های شماست. و کان الله علیما حکیما، و الله متعال بسیار علیم و حلیم. لا یحل لك النساء من بعد، الله متعال قید میگذاره برش میگه که رسول الله صلی الله علیه و بعد از دیگه این خانم ها بر تو دیگه حلال نیستن دیگه خانم بگیری. این همه قدر که الله بر تو اجازه داده فقط همه قدر بر تو کافی هست. ولا ان تبدل بهن، و اجازه بر تو نیست که تبدیل هم بکنی من ازواجن از همسران دیگر. ولو اعجبک حسنهن، اگر چی باز تو را خوشت بیاید یا در تعجب پرت از زیباییشان. پس تو پیغمبر هم وقتی که حدود برات تعیین شد اینم قدر بر اجازه بود و بعد از اجازه نیست، تو تسلیم هستی به حکم الله. الا ما ملکت یمینک، مگر فقط استثناء در آنچه هست که مالک یمین تو مالک میشه. و کان الله علی کل شیء رقیبا، و الله متعال بر هر چیز مراقب هستند. آلی یک ادب دیگه اسلامی را برای صحابه نشان میداد و بر مسلمانان نشان میدن که در بعضی مسائل اجتماعی باید متوجه باشین. بعضی اوقات بعضی کسا مهمانی میرفتن و رسول الله صلی الله علیه و بسیار مثلا پیشش میشیشتن. خب صحابه محبت زیاد داشتن و مجلس رسول الله صلی الله علیه و برشان بسیار ارزش داشت، لکن بعضی اوقات رسول الله صلی الله علیه و چون هم رهبر دولت اسلامی بود هم پیغمبر بود و هم مجالس زیادی داشت، بناهن مهمانا سرش بعضی اوقات بسیار فشار می آوردن. از این خاطر الله متعال یک ادب بیان کرد برشان و گفت که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان لا تدخلوا بیوت النبی، شما همیشه داخل خانه پیغمبر وقت و ناوقت نشوین الا ان یؤذن لكم الی طعام، مگر ای که خود رسول الله صلی الله علیه و شما را اجازه بده یا دعوت بکنه شما را به کدام طعام غذایی غیر ناظرین اناه. باز وقتی که شما در داخل خانه شدین دیگه بازگه نرین که با چی پخته کرده و ظرفایش چطور است و غذایش چطور است، سر از زیاد جر بحث نکنین. ولکن اذا دعیتم، ولکن وقتی که شما دعوت شدین فادخلوا داخل خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم شوین. فاذا طعمتم، وقتی که باز غذا خوردین فانتشروا، با زود منتشر شوین دیگه زیاد نشینین. ولا مستأنسین للحدیث، زیاد سخنگویی و قصه و گپا را شروع نکنین. ان ذالکم، یقینا که اینی کار شما کان یؤذی النبی، ای پیغمبر چی میکرد؟ تکلیف میداد
فیستحی منکم، لکن رسول الله صلی از شما حیا میکرد، شما رو چیز نمیگفت. والله لا یستحی من الحق، و الله باک نداره به این، الله را مثلا شرم نمیگیره به این که حق بیان بکنه. الله متعال حق دقیق بیان میکنه. و اذا سألتموهن متاعا، و وقتی که شما از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، اعضای خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم، کدام چیزی را میخواستین، کدام ظرفی را، کدام چیزی را، فاسالوهن من وراء حجاب، شما باید از پشت پرده بخواین. یعنی باید بین شما هم پرده باشه. تو نیست که پرده رو سوپر تو برو راسن کتشان قصه را شروع کن. ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این بسیار پاک است بر قلب های شما و قلب های از اونا. اینا ببینین بعضی کسا میگن که والا ما حجاب نمیکنیم قلب ما پاک است. الله میگه نه، علامت قلب پاک چی است؟ حجاب است. من وراء حجاب گفت. او خو حجاب داشتن ازواج مطهرات خانواده رسول الله، لکن میگه از پشت پرده حتی در خانه هم باید داخل نشی، از اون پشت پرده که مادرای مؤمنان گپ بزنین. این چی هست؟ میگه این بسیار پاکیزه هست برای چی؟ لقلوبکم، بر قلب های شما، اصحاب رسول الله و قلوبهن، و به قلب های از اونا. پس هر مسلمان باید اینی آداب مراعات بکنه. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، و شایسته نیست برای شما که شما یعنی تکلیف بدین بر رسول الله صلی الله علیه و و همچنان بر شما اجازه نیست ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، و اونا خب مادرای شماست، شما باز حق ندارین که نکاح بکنین به همراه همسرای رسول الله هم بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و ابدا به همراه اونا شما نکاح هم کردن نمیتونین. ان ذالکم، یقینا اینمی کار که است، کان عند الله عظیم، و پیش الله بسیار بزرگ است. ان تبدو شیئا، اگر چیزی را شما آشکار کنین، او تخفوه یا را مخفی کنین، فان الله کان بكل شیء علیما، الله به هر چیزی بسیار عالم است. لا جناح، گناه نیست، علیهن بر ایشان، فی آبائهن، در قسمت پدرانشان. یعنی اگه پدرانشان بیان بدون پرده داخل خانه میشینن کتشان قصه میکنن گپ میزنن، شما سل کنین احکام الله هست. حالا بعضی مردم ها هستن که بسیار بی غیرتی را اختیار کردن، بغیر از نصوص شریعت اسلامی بچه کاکار اجازه میده، بچه مامور اجازه میده، خسربری مثلا بسیاری کساست که مثلا ای مثلا بچه ورم است و ای بچه فلانیم است، یعنی بسیار مختلط شده. ما رواج ما پروا نداریم و ما سطر نمیکنیم، ما قلب ما پاک است. الله متعال میگه نه، برای زنهای مؤمن فقط اجازه هست که امرایشان نشست بکنه و قصه بکنه. کی؟ آبائهن، پدرایشان، ولا ابنایهن، و نه پروا نیست سر پسرانشان، اگر پسر کت مادر خود میشینه قسم میکنن، ولا اخوانهن، یا خواهر و برادر میشینن برادرایشان، ولا ابنای اخوانهن، یا برادرزاده هایشان، ولا ابنای اخواتهن، یا خواهرزاده هایشان، ولا نسائهن، و یا هم زنهای مسلمان ها. یعنی اگه در خانه تان زنهای مسلمان میان که خانمتان میشینن قسم میکنن، پروا ندارن. اینجا میگه چرا زنهای هن نگفت مسلمان ها رو گفت؟ به خاطر از اینکه میگه زنهای کافر و بیدینه، مشرک و مرتد در خانه تان اجازه ندین. چرا اونا وقتی که آمدن باز یا چی میکنن؟ این زنای مؤسساتی و این زنای فساتی بازی ها میانن، زنایتان عقیدهشان چی میکنن؟ خراب میکنن. سه که اینجا قید حتی بر زنها هست. اینه میگه که مرد نامحرم در خانه نمانی، زن کافر هم باید در خانه نمانی، زن مشرک و بیدین و چیزا. بعضی زنها هست میگن که باش که خارجان تو بیا که من فال طبیعی ببینم، در جانش خوب سوتر بگه برگ تو مشرکه که می زنا را چی میکنی در خانه مدر آمدن و باز می آمدن که این خوارجان تو چطور هستی و چنان هستی فلان هستی. یک وقت این در خانه ما همین زنا آمده بودن، یک تعداد زنا بودن، مچ از چخچران بودن، از کجا بودن، باز فال دیده می رفتن. بسیار چیز هستن. من که در خانه آمدم دیدیم که یک همشیری به میگه والا بیادری بسیار خوبش گپا میزنه، او چالاک است، برای هر کس مطابق مزاجش گپ زدن میره. باز کاسه صاحب آردای ما بیخی کندو کلش میره فرض میزنه. عقیده ما رفت، عقیده از یا خراب شد، آردام رفت دو طرفه. آخر وقتی که گپا را میزدن ما گفتمشان در خانه، گفتم خیلی شما گپ نمیفهمین، بعضی اوقات دمی دعوت آدم یک کار عملی بکنه. گفتم خیلی میزن که آمد این دفعه ما فال میبینیم خمونتا با یک شرط که شما گپ نزنین. باز بعد از آمد گفتم بیا بیش اقامت شیشت، خانم برادرم که اولادم داره، شوهرم داره، شوهرش هم زنده است، و همشیریم که در پالویم است که همشیری سکیم است.
آمدم برای گفتم باشه برای حالا ما ثابت کنیم که زن راست میگه یا دروغ میگه. یا گفتن نه غیب میفهمه، کل چیزا رو میفهمه. گفتم باشه حالا ما ثابت کنیم که غیب میفهمه یا نمیفهمه. برای گفتم خاله جان امی فال مرا خو ببین، هدف من امتحان است و ما عقیده دارم که دروغگوی هستی، مشرک هستی، کافر است، دعوای علم غیب میکنه. باش کلی زنا رو قناعت بتم کل ازیا شیشتن. ما گفتم خودت فال ما ببین، یک دانه چیزی که کشید و کتابه که کشید دست مرا گرفت شروع کرد. خود چی مشکل داری بچه‌م؟ گفتم مشکل ما هیست که نمی دو دانه از زنا رو ما 4 سال شده که ازدواج کردیم هیچ اولاد نداریم. تو سایکو که چطور است؟ در حالی که من مجرد هستم و او شوهردار است و دیگه. خب گفتم چطور است؟ گفتم من اگه علم غیب داشته باشه خب میگه که نه دروغ میگی، این زن تو نیست، این خواهر تو هستی، فلانی هستی، خانم برادر تو هستی، شوهر داره. چطور است؟ یک دفعه صاحب شروع کرد که تو کتابا رو سه ورق زده رفت باز کاغذا که کشید که دفعال تو آمده که از اینی زنت 6 تا بچه پیدا میکنی. ما گفتم فال ما میره میگه یا کدام زن دیگه؟ نه نمی گفتم من که پیشریم 6 تا و او هم شیریم است. گفتم از دمی فال من میگه دمی کتاب تو که 6 تا اشتک پیدا میکنم. 6 تا هر 6 بچه است، هر 6 بچه است، 2 تا دخترم است. آخر بخوارم چبلق خدا گفتم بان دیگه شما یک دفعه آردم میتین باز دیگه دفعه عاجل چبلق میزنی. نه کت چبلق بزنشه، نه کت آرد بزن، عقیده تا جور کو. باز بعد از اون دیگه گفتم خانه برام گفتم شما بان که کل گپای خدا بگید. آخر شد عزیز میگه که من میگم چه اشتک نداره. خیر است دفعالش میگه که دی 3 سال اشتک نداره، با سال 4م اشتکش پیدا میشه، در حالی که 3 سال اشتک داره. اشتک کاش اینجا خبر. بعد از این زنکه رسوا شد. گفتی رز بزنیم میکنکش کنیم. گفتم نه باش. گفتم مادر جان اینی خواهرم است، اینی خانم برادرم است، اشتک داره، این دیگه شم خواهرم است. الله تو را هدایت بکنه که از این دروغت، که از این چیزای تو خود شرک میگی، کلگیر کافر ساختی. بار گفتم توبه بکنین از این فالبین کافر است و کسی به گپایش تایید میکنه در کفر داخل میشه. این علم غیب الله را ادعا میکنه و یا علم غیب نیست. گفتم این همه گپ نمیفهمه. این باز از آینده تو چی خبر است که برای چطور است؟ باز از او رو رخصت کردیم، عقیده از یا چی شد؟ جور شد. باز فهمیدن که این گپ است. الله متعال میگه که حتی این میقسم زنای نامحرم در خانه‌تان نمیمانند، این میقسم زنای کافر ولا نسائهن، و همچنان زنهایی که چی هستند؟ پروانه است که زنای مسلمان و مؤمنه اگر بیاید در خانه‌تان بشینن، اما زنای کافر باید نباشن. ولا ما ملکت ایمانهن، و نه او کسایی که اونا مالک شده دستهایشان، یعنی اگر کنیزهای از این خانم ها می باشه و چیزایشان زیر دستهایشان می باشه. واتقین الله، و بترسید شما خانم ها از الله، از این خاطر ای زنهای مسلمان، ای دخترای مسلمان بترسین از بچه کاکایتان نامحرم از بترسین از الله. دختر بچه کاکایتان چی هسته؟ بر شما زنهای مسلمان بچه کاکایت محرمت نیست، بچه عمیت محرمت نیست، بچه خالت محرمت نیست. فهمیدین؟ بچه کاکا و بچه عمه و بچه خاله و اینیا محرم نیست. بیادر خاندیت محرمت نیست، صنفیت محرمت نیست، هم صنفیت محرمت نیست. کسی که در دفتر کتت یک جایی رفتی او محرم تو نیست. حتی زن کافر برای تو درست نیست کتش بشینی قصه بکنیم. به این شکل مثلا بچه ایورت محرمت نیست، ایورت محرمت نیست. احتیاط بکن. یگان تا زنا رو ببینی خوب خود دیندار میگیره، باز کته میور خود تمام روز قول داده میره و در خانه شیشتر نامحرم است، حرام است. این نیست که تو چیز هستن. این باید فهمیدن. این الله متعال میگه که چی میگه؟ واتقین الله، و بترسید شما خانم های با ایمان از الله بترسین. در قسمت نامحرما که نامحرما زیاد به مو اندازه ضرورت، اضافه از ضرورت باید امرای از اونا سخن و قصه و نرم زبانی و شیرین زبانی و کارا نکنین. ان الله، یقین داشته باشین الله متعال کان هست علی کل شیء شهیدا، بر هر چیز شاهد است. الله میبینه تانه که شما چقدر حکم الله را تطبیق میکنین. اینال شخصیت رسول الله صلی الله علیه و چی است؟ میگه در شخصیت رسول الله صلی الله علیه و نه افراد کنین نه تفرید کنین. نه افراد کنین که صفات الله را برش بتین، نه تفرید کنین که او را شخصیتش کم حساب کنین. بلکه رسول الله صلی الله علیه و ان الله، یقین داشته باشین که الله و ملائکته و ملائکه الله یصلون علی النبی، کل از اینا رحمت میفرستن، دعا و رحمت میفرستن. الله رحمت میفرسته و ملائکه چی؟
دعای رحمت، طلب رحمت میکنه. برای کی؟ برای نبی صلی الله علیه و سلم، به این شخصیت بزرگوار. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان شما هم چی کنین؟ صلوا، درود بفرستین علیه، بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم، و سلموا تسلیما، و سلام بگویید به سلام گفتن. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. وقتی که شما فهمیدین که شخصیت از این قدر عالی هست، اینا اگر کسی را دشنام میده یا بدگویی میکنه یا خانمش بد میگه یا دختر شبت میگه یا خانواده شبت میگه، این انسان باز اذیت رسول الله صلی الله علیه و بسیار خطرناک است. ان الذين یقینا کسانی که یؤذون الله، اذیت میرسان به الله و رسوله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله چه وقت اذیت میشه؟ که وقتی کسی عضو خانوادگی ازیره، مثلا خانمش بد بگویه، همسرش بد بگویه، پسرش بد بگویه، دخترش بد بگویه، اعضای خانوادهش بد بگویه، اینا را که وقتی بر اساس هم کس اذیت میرسانه، یا کسی کارتونش جور میکنه، یا کسی کارتونش نشر میکنه، یا کسی در این کاراش خوشحال میشه که اذیت شه بر رسول الله صلی الله علیه و آله، الله متعال میگه لعنهم الله فی الدنیا و الاخره. الله این مردم لعنت میکنه هم در دنیا و هم در آخرت. الله جزا برش میده، در دنیا هم برش از رحمت الله نامید است و در آخرت هم. و اعد لهم عذابا مهینا، و الله متعال میگه آماده کرده برشان عذاب بسیار رسوا کننده و توهین کننده. والذین، و کسانی که یؤذون المؤمنین، بعضی کسان مؤمنا را اذیت میکنن، بدنام میسازن، فیسبوک های دروغ مثل که بنام ما دروغ فیسبوک جور میکنن، دروغ به زبان ما ناقی تهمت میکنن، گپی را که ما نگفتیم سر ما تهمت میکنن. این شما کسایی که به نام صدایی فیسبوک دروغی جور کردین و چیزایی را که ما خبر ندارم نشر کردین، این در این آیت قرآن داخل میشین. والذین، و کسانی که یؤذون، ضرر میرسان، اذیت میرسان، المؤمنین بر مؤمنان، والمؤمنات، و بر خانم‌ها و دخترای مؤمن، سر از اینا تهمت میکنن، غیبتشان میکنن، زشت برشان میگه، به غیر مکتسبوا، بغیر از چیزی که اونا کسب کرده باشه. خودشان خبر نداره، مردای مؤمن و زنهای مؤمن خبر نداره، وقت سر از اینا صاحب دوسیه ها را جور کردن، دروغ ها را جور کردن، تهمت ها را جور کردن. الله متعال میگه که فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، اینا بسیار یک تهمت خطرناک کردن و گناهی آشکارا که باز الله متعال اینا را جزای سخت میده. یا ایها النبی، ای شخصیت بزرگوار، ای رسول الله صلی الله علیه و آله، قل ازواجک، بگو بر همسرانت، و بناتک، و بر دخترایت، و نساء المؤمنین. بعضی کسا میگه در کجا آمده حجاب؟ سه که اینه ببین که چی آمده. الله متعال میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و بگو بر ازواجت، همسرانت که با ایمان است، زنای با شخصیت است، بر دخترای با شخصیتت بگو، و همچنان بر دخترها و خانمهای مؤمن، بر از اینا بگو. اگه کافر هستی خلاص هستی از حجاب، سر تو نماز هم فرض نیست، روزه هم نیست، اما برای مؤمنات چی بگو؟ بگو یدنین علیهن من جلابیبهن، که پرتن بالای خود از چی؟ از جلباب های خود، بر علاوه لباس خود باید در روی خودمت کلان، چادر کلان داشته باشه، چادر کلان، جلباب. گیر عربا جلباب میگه، ما شما میگیم حجاب، چادر بسیار بزرگ خوبی. اینا چی کنن؟ باز از همین چادرهای خود در روی خود، در تمام اعضای بدن خود پرتن. ذلک ادنا ان یعرفن، این به خاطر چی است؟ این میگه نزدیکتر از به این که اینا شناخته شوه که زنای با ایمان هستند، با شخصیت هستند. چرا در اون وقت، در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی کسی که حجاب نمیداشت، سرش معلوم میشد، موش معلوم میشد، این همون کنیزای فاسق و فاجر و کافر بود. پس فرق بین کافر و مؤمن در چی شوه؟ همین مردم های بد اخلاق چی بفهمه که همین زن با اخلاق است یا بد اخلاق است، با ایمان است یا بی ایمان است؟ برش گفت که ذالک ادنا یعرفن، این نزدیکتر از به اینکه شناخته شوند که چی هستند، با ایمان هستند، دیندار هستند. فلا یؤذن، پس اینا تکلیف داده نشوند از طرف مردای بی ایمان. حتی مردای بی ایمان هم وقتی که زن ببینه که با حجاب است، با شخصیت است، به طرف از اون نظر بد نمیکنه. و کان الله غفور رحیم، اینمی حکم حجاب که هست به خاطر از این است که الله شما را مغفرت بکنه و این از رحمت الله هست. از این خاطر یک زن، یک دختر کافر بود، مسلمان شده بود، در اروپا با حجاب میگشت. شیر پرسان کردن، گفتن تو چطور اینجا ستر میکنی، حجاب میکنی؟ گفت به خاطر از این که من فهمیدم که هر حکم الله بر ما به اساس رحمتش است. این حجاب مغفرت و رحمت است، من حجاب میکنم. لئن لم ينتهي المنافقون، الله متعال میگه اگر ختم نمیکنن منافقا، والذین فی قلوبهم مرض، و کسایی که در قلبشان مریضی است، والمرجفون، و کسایی که مثلا خبرها را زیاد فاش کرده میرند، فی المدینه، در شهر، لنغرینک بهم، هر آینه رای رسول الله صلی الله علیه و مسلط میکنیم بالایشان، ثم لا یجاورونک، باز جوارتون نمی باشند، فیها در آن، الا قلیلا، مگر اندک، ملعونین، اینی مردمایی که منافق
منافق هستند، قلبهای مریض دارن، مردمای تبلیغاتی هستند، تبلیغات میکنن ضد رسول الله صلی الله علیه و ضد صحابه، ضد مسلمانان، ضد ازواج مطهرات. اینی مردما که هستن چی صفت دارن؟ میگن ملعونین، لعنت شدن. لعنت شدن میگه الطرد عن رحمت الله، از رحمت الله یا رانده شدن. اینما ثقفوا، بعد از اینکه هر جای گیر شوند اخذوا گرفته میشن و قتلوا و کشته میشن، تقتیلا و کشتن. سنت الله فی الذین خلو من قبل، این سنت الله هست که گذشته است از قبل. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و تو نمیافی به سنت الله تبدیلی. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک و اتوب